جوی داخل میگذاریم. ببینید این اینجا جوی جمعمو مردکا مقصد اینجا استراحت میکنیم ماشینمون. اینجا جای زنکا هم با جای داخلی. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. خلاصه دوستان عزیز میتونه بدیل پر بیوه دعاخونی هم هست کو با حضور همه رقم 93 مترو لوبلو کراسنودارسک 66 корпус دا. خدا نگهدار. خوب دوستان عزیز باز هم چیسه ریجنسی برای فربیشوی نه برای ارگینال فهمیدن اینجا شتریخ کد داره. اینا ما راونده سودمش بناخون اینم شتریخ کد اگر کشید با صورت میگیری مقصد سیلکه راست میدوره. همچنین نه ببینید دوستان تمام این نمودی داروها هستن خصوصا همه ریجنسی نرخ روزنیسش چند است بچه؟ 1800 اپتیموس چنده؟ اگر که بیشتر گیرن خیلی دزوانو صحبت میکنه. دزوانو صحبت میکنه. تمام این نمودی داروها هستن. خدا نگهدار. برای ریکورد زنگ زنید. السلام علیکم دوستان عزیز. روز جمعه مبارک. قند این بیر آوردگیم دوستان عزیز که یا مثل قند استفاده میبرید کیلوش 800 روبل که برای سردرد برای برونخو یعنی که قرتق درد برای خراب کردن برای اعصابا رو آرام کردن خیلی چی میگن فایده کلان داره. در رقم 93 دستاف که به همه جور هست یا که همینجوری ما بیا ان شاء الله بگیریم. خنزورا مثل قند شکلات چیکاریم با مزه. سلام علیکم دوستان عزیز. ببینید چیکار کار شدیم. بچه‌ها کدوم که برای ماشین خریدنی برای شستن موید کردن گاراژ به هر چیز خوبه. اینش نصد کوش نه خیلی دست خطی علیش میشه اینا. اینا خیلی مثلا علیش میکنی اودش روستاکی میشه. این برای چیه؟ برای ماشین شستن برای گاراژ شستن برای خیلی موید. خاک بشو ببینن مردم. این چند سمای؟ این 2500 روبل. خب. انا اینش 3800 روبل. این نصد کوش اینجا علیش میشه. ولی این پریمو شد دیگه. از شما چه جور شده است دیگه؟ یا دو بلوک کردم. خیمیک است. بچه‌ها در فروش دارم. بچه ای با خلور میشون ماشینا. بس یار بس شای. چه معنی که من سه چهار ماه کارم میشونم تو ماشینتون میشونم در مویکا. دست تلو میشی. دست تلو قطعی نه فکر میکنی اینا. با کدوم رقم زنگ بزنم؟ رقم رو بکن. خب. برادران ببینید که چقدر فهم بشه فهم. یعنی که رگلوف که میشه اینا صد کشو؟ این برای دیزینفکت برای کلاپیکشه برای چی هست؟ برای چند سمای؟ 3800 روبله. 3800 روبله. چند یعنی چند نموده چی داره؟ این محمد میگه من بلاگر میشن راسته؟ اگه محمد بلاگر میشه؟ نه بلاگر من گفته است. ده در یوتیوب میره میدونی؟ دیگه زن دیگه هیچ کنه نمیگیره. آدم بلاگر نمیگیره هیچ